سروزیر مملکت را رئیس ولایت قربان حکیمزاده همراهی نموده نخست از روند برطرف‌سازی ضرر آفت طبیعی در دهات ناحیه وخش دیدن به عمل آوردند. تاکید داشتند که 8 تستر پل‌های ماشین‌گذر تعمیر کرده شوند. همچنین راه‌های سیلگذر باید پورا تازه گردند. در موضع تاشرآباد از پایگاه آبکشی که 1420 هکتار را با آب تامین می‌نماید دیدن به عمل آوردند. اقتدار پایگاه آبکشی 1250 کیلووات میباشد. گفته شد که تازه نمودن راه‌های سیلگذر تقاضای زمان بوده. فعالیت داشتن پایگاه‌های آبکشی در سمت برطرف نمودن ضرری از آفت طبیعی به ساکنان ناحیه رسیده مساعدت می‌نماید. در این سمت کار موافق مطلب صورت گرفته تکنیک‌های لازمه سفربر گردیدند. همچنین مهمانان از فعالیت کنونی سیخ کارکرد کارخانه شیر امید رسول در نزد کپراتیو تجارتی نفوذ وخش فعالیت می‌نماید دیده نمودند. در سیخ مذکور 17 نامگوی محصولات شیری، قیماق، یوگورت، دوغ، پنیر، جرغات استحصال می‌گردد. محصولات کارخانه به نقطه‌های فروش مقیاسی ولایت برآورده می‌شود. 15 نفر کارگران در یک بس فعالیت نموده 1 تن شیر در یک شبانه روز کارکرد می‌گردد. همچنین سروزیر مملکت و رئیس ولایت از انگورباغ کپراتیو مذکور که در میدان 1.5 هکتار بنیاد گردیده است دیدن به عمل آوردند. 6 نوع انگور طایفی، حسینی، دل کفتر به حاصل آمدند. همزمان در شفت کپراتیو مذکور فرمای چرباداری که نوهای چربای شویدی پرورش می‌یابند مهمانان تشریف آورده و مسئولین سر این موضوع صحبت نمودند. سپس از رفت کارهای ساختمانی در کارخانه بافندگی واقع در جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت جمهوری ناحیه وخش بازدید نمودند. کارخانه بافندگی از حساب عائله یوسفوف‌ها بنیاد گشته ایستاده است. بعد پورا فعالیت نمودن آن 600 نفر ساکنان ناحیه با جای کار دائمی تامین می‌گردند. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده و ساختمانچیان بابت وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی و صفتا خوب به سامان رساندن آن دستور سپارش‌های سودمند دادند. همچنین سروزیر مملکت رئیس ولایت و دیگر مهمانان از رفت برطرف نمودن ضرر آفت طبیعی و بنیاد منزل‌های نو دیدن نموده یادآور گردیدند که باید در مهلت پیش بینی شده کارهای ساختمانی به انجام رسند. ضمن واخوری با رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی فعالان رئیس ناحیه وخش یادآور گردید که در نتیجه آفت طبیعی در ناحیه 41 خانه به پورگی از آفت طبیعی ضرر دیده 38 خانه دیگر قسما خراب گردیده است. سروزیر مملکت بابت دستگیری‌های سرور دولت در سمت بنیاد نمودن منزل‌های استقامتی اندیشه بیان نموده تاکید داشتند که امروز آباد نمودن یک گوشه وطن قرض وجدانی هر یک ساکنی به ننگ و ناموس است. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری و ولایت در سمت برطرف نمودن ضرر آفت طبیعی مسئولیت نشان داده ایستادند. گفته شد که در جماعت دهات مشعل ناحیه وخش خسارات از آفت طبیعی زیاده از 11 میلیون را در بر گرفته. در جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان زیاده از 6 میلیون و در جماعت دهات وحدت باشد بیش از 4 میلیون را در بر میگیرد. تاکید گردید که در نوبت اول تعمیر و برقرارسازی پل ماشین‌گذر تامین خط برق به راه مانده شود. در این موضع ساختمان مؤسسه تعلیمی و بنگاه طبی در نقشه گرفته شده است. در سمت بنیاد منزل‌های استقامتی و دیگر نقطه‌های خدمت رسانی صاحبکارانی به ننگ و ناموس و تنخواه و تندرست جلب گردیده در یک جایگی می‌توانیم ضرر از آفت طبیعی رسیده را در کوتاه‌ترین مهلت برطرف نماییم.